از موتر دور باشه. گوش کنین، نزدیک نیاین. گفتم نزدیک نیاین. اگه نزدیک بیاین باز میکنین چی میشه؟ وضعیت از چی قرار است؟ راننده به خاطر تیل اینجا توقف کرده بود محترم. اختطافچی‌ها با موتر حمله کردن و جهانگردا را به گروگان گرفتن. ما از حوزه نزدیک هستیم. از این خاطر زود رسیدیم. گروه ویژام در آستان ضابط صاحب. نه آمر صاحب، کارت مرا ندیدی؟ بسیار ببخشید آمر صاحب. چند نفر هستن؟ فکر میکنم که 2 نفر هستن آمر صاحب. خب مشکل اونا چی است؟ با هواپیمای ویژه میخواین که بلی بیاورن آمر صاحب. یک بار بپرسم میخوام با کشتی به جزیره قبرس برن و به شرفا؟ خواهش میکنم من بانین که برم. آمر صاحب ولی از خودم من دوباره با موتر روان نکنه. ای کی است؟ راننده موتر است آمر صاحب. بیادر جان، وقتی تو راننده موتر هستی او به شرفا سر موتر حمله کردن، باز تو چرا مثل لوگایی طرف و طرف میگردی؟ آمر صاحب به خاطر تیر توقف کردم. گفتم مال که توقف کردم یک بار تشنوان برم. راننده چی شد؟ از شدم برش بگوین که بیای اگه دی تمام اینا رو میکشم. زود رو روان کنین، زود باشه. خدا تسلیم کنه. اینجا بیا. نظر به ای که تو در تشنا بودی و ای واقعا رخ داده، حالا برام بگو و احمقا چطور تو رو ندیدن؟ چرا که من در تشنا بودم از این خاطر من ندیدن. تو هم هیچ وقت تشنا رفتن رو نمیکنیم بیادر. او جهانگردا از کجا هستن؟ از یونان آمدن آمر صاحب. یونان. یه دیده و صفیه او باشه چی میگه؟ نمیفهمم. ما زبان شما رو نمیفهمیم. نمیفهمیم که چی میگین. ویتیا گفتم نمیفهمیم چی میگین. چه باش دیگه؟ ای دیگه کی است؟ ها؟ سلام علیکم، خسته نباشه، روز بخیر. خودت راننده هستی؟ نه، ما در اطفائیه هستم و در وقت بیکاری رانندگی میکنم. رشخندی نکو احمق. درست است، رشخندی نمیکنم. دی گرمی نکتایی بسته کردیم، هنوزم میپرسه راننده هستی یا نه. بخیر استاد شو. درست است، استاد میشم. صبر. بشی. خب کدام طرف بریم بیادر؟ میدان هوایی؟ بیادر ما هم یالا از میدان هوایی آمدیم. اونجا به خدا هیچ چیز نیست، مستقیم طرف چشمه میریم. اونجا بسیار مایه‌های مزه‌دار است. یک کمی ماهی میخوریم. بی بیچاره هم از چی وقت حالا در این موتر گشنه و تشنه شیشتن. زیاد گم نزن، موتر را چالان کن. حالا دیگه وقت نداریم. زود باش. درست است. توبه خدایا توبه. بیادر جانی را از بیخ گوشم پس کو صدقه چون بسیار میترسم. شیطان لعین هزار گپ در دلم میگردانه. زیاد گپ میزنی. درست است. بسم الله. چی شد؟ موتر کجاست؟ طرف میدان هوایی رفت، اما تشویش نکنین، دو موتر یکی از افراد خود ماست. از افراد ما؟ بله، اما حضور رسانه هم میفهمن که نفر ماست. فکر میکنن که راننده موتر است. به خاطر انجام اینطور یکاشو ما از کی اجازه گرفتیم؟